باز میرسد وقتی زوال من یاد کنید از منو نقص و کمال من. اینک 15 سال می شود که هر 20 می اخلاصمندان و هواداران شعر لایق شیرالی زادروز این شاعر معروف تاجیک را با دستگل شعر و ترانه‌هایش در سر مزار او تجلیل می کنند. سیم شعری رو همینطور فی‌البداهه صبح من سرودم. شعر تر تو فصل بهاران باشد، بر سینه تشنمان چو باران باشد. هرچند به بال شعر کردی پرواز، عشقت چو وطن در دل یاران باشد. لایق شیرالی 30 ایون سال 2000 در حالی که تاجیکستان اکنون از گرداب جنگ شهروندی بیرون میشد از سکته مغزی در دوشنبه درگذشت. تمامی فاجعه 5 ساله جنگ از پیش نظر شاعر میگذشت و دوستان و هوادارانش میگویند که لایق را درد و غم ملت هلاک کرد. غم لایق این غمی از هم جدا شدن ایران و توران است. غم لایق این غم تراژدی رستم و سهراب و سیاووش و تهمینه است. غم لایق غم سمرقند و بخارای جدا افتاده از مرزهای تاجیکستان و تاجیک زمین است. غم لایق غم ناآگاهی بعضی برادران ماست که از ناآگاهی و از دیگر نابسامانی های روزگار گاه در تاریخ ما دست به گریبان همدیگر زده ایم. لایق شیرالی از شاعران معروف و ملی ادبیات معاصر تاجیک بوده. در سن 24 سالگی با شعر به مادرم به عضویت اتفاق نویسندگان پذیرفته شد. شعر و داستانهای لایق فراتر از تاجیکستان در دولت‌های فارسی زبان اعتراف و به خط فارسی بازگردان شدند. او از شاعران رده اول ادبیات معاصر است که شعرهایش بعد از مرگش نیز او را زنده نگه می‌دارند. الا شعر عجم فردا مرا تو زنده خواهی داد. الا شور دل دنیا مرا تو زنده خواهی داد. زیبونیسا قطب‌الدین و همسر لایق شیرالی بعد مرگ شوهرش در یکی از مکتب‌های پایتخت با نام او آثارخانه باز و همه بایگری حیات و آثار استاد را در اینجا جمع آوری نموده است. من از همین در اول به بسم الله الرحمن الرحیم میگذارم و بعد میگم السلام علیکم. ای بی نظیر من که نظیر دلم نداشت. و اینجا اشیا و لوازمات استاد لایق شیرالی را چون گوهرک چشم نگاه می دارد و به هر هوادار و دوستان او در مورد آن حکایت می کند. همین سیگاری که ما حاضر میبینیم در درونش یک 2-3 دانه سیگار موندگی است. این آخرین سیگاری که وقتی بیمار شدن از کیسه شیمشان همین سیگار پیدا شد. من اینا بسیار احتیاط میکنم که همین باشد در همینجا. این تحفه افضل شد در روز زادروزشون کدوم سالی تحفه کرده بود. این خیلی زیاد بود. همین قدرش مونده بود است، باقی مونده بود است من آوردم. بعضا با دوستای نزدیکشون که جمع شدن در این البته عرق می نوشیدن کمتر اینا برای اشک بلبل میگفتن که این همین کم میریزی رنگ اشک بلبل میگفتن میریزی داریم. لایق و همسرش زیبونیسا قطب‌الدین و از ازدواج 35 ساله 5 فرزند و 14 نبیره و 1 ابیره دارند. هیچ یکی آنها پیروی این استاد سخن نشد، اما هر یکی از استاد خاطره های شیرینی دارد. اسمشون بسیار خوب گفتن نمی‌دونستم، لایق گفتن نمی‌دونستم، لاقی میگفتن. بعد میگفتم لاقی جون چرا باز مست شده آمدی؟ میگفتم خیلی پدر نمیگفتم لاقی جون. بعد میگفتن ذوق میکردن میخندیدند و دخترم من مست نیستم من خوشحالم میگفتن. یک سیمای بزرگ یک چهره نمایان و همین آدم پدری من است. این افتخار ببین، این افتخار یا اون کسی پدری یا اون کسی دیگر نه، تنها پدری من و تنها پدری من با 5 فرزند. لایق را دوستان و مخلصانش شاعری عاشق می گفتند. عاشق زندگی، عاشق زن، عاشق وطن.
لایق شاعری است که شاید از همه شاعران همسالش بیشتر ستایش عشق و زن را کرده است. کرامت الله میرزا یکی از همدرسان استاد لایق که در دانشگاه با هم تحصیل کردند و دیگر رفیقان دوران خردسالیش از این خصلت ایشان چنین یاد میکنند. معلمه جانان بابا کلان و روحشان شاد بود. با ما از ادبیات بچه ها درس میگفتند. بسیار یک بانوی زیبا بودند و لایق در درس ها اکثر دیده به دیدار معلمه، دیده از دیدار معلمه نکنده میشیشت، نمی نویست، گوش میکرد، نگاهش به سر تا قدم معلمه زیبا. زیبا پرست بود، چیز خوب رو دوست می داشت. از جمله دختران هر خیلی نی، دخترانی که هم حسن داشته باشند، هم لطافت و نزاکت داشته باشند، هم ادب فهم، شعر فهم، شعرگو هم باشند. من بعضا میدونم منبع‌های اشعاری لایق، من با بعضی از اونها حتی شناسم هستم، میشناسمشون، میدونمشون با کی بخشیده شده بود، کی، چی خیل، در کجا. بعضا میدونم اینو شد، بعضا رشک‌های هم میکردم، بعضیش نادیده میگذراندم. لایق شیرعلی صدها شعر و داستان و ترانه و کتیبه ها ایجاد کرده است که بخشی از آنها را آوازخوان‌های های شناخته نیز به پرده موسیقی کشیدند. از لایق همچنین نوارهای ویدیویی و آودیویی باقی مانده است که بخشی را شبکه جهانی BBC و برخی را هم شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان به نوار برداشتند.